تاجیکستان ما این لحظه در خدمت همه ما و شما قرار دارم. من احمد سلام گوشیم. اولو السلام علیکم همه خیش تبارون، همه یار و دوستان و توی فرزندی ما خوش آمدین. این خاندان برای ما خانه خدمانه، بچه های خدمت خوشه پیر شویم. میگوید که مقصد از آمدن ما طلب دیدار است، ورنه هر جا که روی نان و نمک بسیار است. امروز ما با دعوت برادرای عزیز نظام جان، الهام جان، عظمت جان، همه یار و برادرها در خدمت شما هستیم. اکای سعدی جان، اهل هنر، همه کسا خوش اومدین. دستگیری شما خطی یک باز میکنیم و دعا میکنیم که همین شاه عروس خوشه پیر شود، همین جوانان هم به همین روز برساند. بار دیگر خوش اومدین. یک جای باز میکنیم، رقص میکنیم توی خدمت. ما خاندار هستیم، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. آنان کی به نظر خاک را کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند؟ پرده در افتد چی ها کنند؟